baba. Dede. Baba. Baba. Dede. داداش کار باید بخوریم امروز عزیز عباس پسر جان بیا اون کیسه کشی بیا پایین ببینم استادشکار جان شما ظاهرا تخته همیشه زیاد دارین یه تخته بیکار داریم ما بدیم به این بندامون تخت بیکار داریم ببینیم به زمان ببرم بیا اینجا یه دست بیا برو مهندس جان برو دو سواد نگو ما کار داریم بیا پسر جان بیا چیکار می‌کنی داداش گاز صفر شده داداش گاز صفر شد چه ماشینی بشورم داداش مفته آب مفته دهنت رو سرویس دیگه همیشه حله ولی یک مشکلی هست میشه چی مشکل؟ از وقتی که این استکاره اومدن این ساختمون احساس میکنم بوی گوه میده روز به روز بدتر میشه بود گم میدونی چرا میده ما اولین روزی که اومدیم اینجا گفتم آقا یه دستشویی واسه ما بزن ما این دستشویی دو دست شما برسیم تقدیم کنیم شما ببرین یعنی تو واحد باز بچهای ما مراد کردن مستقر کردن تو تمام اتاقا مثلا یه جا نذاشتن که بدجور بشه یعنی ریدیم تو ساختمون من رفت یه جورایی استاد میگی گفتی دیوار تراز این چیه این چیه مهندس باز این همه سال کار کردی اینجوری کنی درست میشه کجا بعد میزنی آقا بعد میزنی